سلام دوستان، با بخش هشتم از تمرین و تست های آزمون تابعیت آمریکا در خدمتتون هستم. امیدوارم که خوب باشین و تا به حال قسمت های مختلف و پیشین این تمرین ها رو دوره کرده باشین و آماده باشین برای بخش جدید و بخش آخر. خب قبل از اون میخوام ازتون خواهش کنم اگر تا به حال سابسکرایب نکردین با ویدیوهای ما سابسکرایب بکنید، دکمه قرمز پایین ویدیوها رو بزنید تا وقتی که ویدیوهای آموزشی جدید و کمک کننده برای شما آپلود میشه روی یوتیوب بتونید استفاده بکنید و با مطلع بشید که بدونید این ویدیوها آمده و بتونید ازشون استفاده بکنید. در ضمن ما در اینستاگرام هستیم با آیدی easy1234all. اگر سرچ بکنید در اینستاگرام ما با لوگوی خودمون میاد بالا و میتونیم اونجا پاسخگوی سوالات شما باشیم. خب اگر یادتون باشه سوال آخر بخش هفتم این بود که ما دوره کردیم و حالا میریم سوال بعدی رو با هم ببینیم. What territory did the United States buy from France in 1803? خب این سوال میگه what territory. همونجور اگر یادتون باشه قبلا گفتیم territory یعنی جایی که در خارج از آمریکاست و تحت کنترل آمریکا هستش. میگه که what territory، چه تریتوری United States buy یعنی خرید from France از فرانسه در سال 1803. پس جواب رو میبینیم. The Louisiana Territory. The Louisiana Territory. لوئیزیانا اسم یک کشور یا منطقه هست، تریتوری هم که همون تریتوری معنی میده. پس جواب چیه؟ The Louisiana Territory. خب تریتوری همونطور که میدونیم جاییه که جزو قلمرو اون کشور حساب میشه ولی داخل اون کشور نیست. پس The Louisiana Territory. کلمات کلیدی Territory from France, Louisiana. Territory from France, Louisiana. میریم سوال بعدی. Name one war fought by the United States in the 1900s. خب میگه name one war یعنی نام ببرید یک جنگ رو. war یعنی جنگ. fought یعنی جنگ شده. by the United States یعنی جنگیده شده به وسیله United States in the 1900s. 1900s یعنی در سالهای 1900 به بعد. خب fought یعنی گذشته جنگیدن هستش. پس سوال میگه که یک جنگی رو نام ببرید که در سالهای 1900 برای آمریکا بوده، به وجود اومده. جواب World War II. World War II، جنگ جهانی دوم. پس همونطور که میشناسید World War II رو باید بدونید که در سال 1900 آمریکا در این جنگ شرکت کرده بوده. کلمات کلیدی War 1900 World War II. War 1900 World War II. میریم بخش بعدی، سوال بعدی. What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation. اگه یادتون باشه تو بخش قبلی گفتیم این کلمه خیلی سختیه و لازم هم نیست حفظش کنید، فقط وقتی که شنیدید بدونید که چیه. Emancipation Proclamation یعنی اعلامیه آزادی. میگه که این اعلامیه چی کار کرد، اثرش چی بود. Freed the slaves. Freed the slaves. در اون سوالم به این اشاره شده بود. Freed the slaves. پس کلمات کلیدی Emancipation Proclamation Freed the slaves یعنی برده ها رو آزاد کرد. این اعلامیه‌ای بود که بعد از این اعلامیه برده ها همه آزاد شدن. میریم سوال بعدی. Name one of the two longest rivers in the United States. میگه نام ببرید. Name one of the two longest rivers. یکی از دو رودخانه بلند. longest یعنی بلندترین. پس یکی از بلندترین رودخانه های United States رو نام ببرید. Mississippi River. Mississippi River. همونطور که هممون میدونیم میسیسیپی یک رودخانه آبشار
خیلی معروف هست. پس one of the longest rivers in the United States is Mississippi River. کلمات کلیدی longest river Mississippi. longest river Mississippi. میریم سوال بعدی. Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight the British? colonists همون بخش‌هایی هستن که در آمریکای اولیه شکل گرفته بودن، جمعیت هایی که در آمریکا بودن از قدیم بهشون میگن کالونیست. میگه که چرا اونها با بریتیش یا بریتانیا یا انگلستان جنگیدن. جواب Because they didn't have self-government. Because برای اینکه they didn't have اونها نداشتن self-government دولت مرکزی یا دولت خودمختار، برای اینکه خودشون government یا دولت نداشتن. Because they didn't have self-government. اوکی، کلمات کلیدی colonists fight self-government. colonists fight they didn't have self-government. میریم سوال بعدی. Name the U.S. war between the North and the South. Name the U.S. war. War همون جنگ. Between یعنی ما بین the North and the South. شمال و جنوب. North یعنی شمال، South یعنی جنوب. میگه یک جنگی رو نام ببرید که بین شمال و جنوب آمریکا بود. جواب The Civil War. The Civil War یا جنگ شهری. Civil War. Civil یعنی شهری. War هم که یعنی جنگ. The Civil War. جنگ شهری. کلمات کلیدی War between North and South. Civil War. War between North and South. Civil War. میریم سوال بعدی. There were 13 original states. Name 3. سوال میپرسه که there were یعنی بوده، وجود داشته 13 original states 13 تا استیت اصلی که همون نشانه 13 خط پرچم هست، قبلا خوندیم. name 3 میگه 3 تاش رو نام ببرید از این 13 تا original states، یعنی استیت های اصلی 3 تاش رو نام ببرید. جواب New Hampshire, New York, New Jersey. New Hampshire, New York, New Jersey. اینا همه اسمای استیت های اولی، 3 تا از استیت های اولی هستن که الان هم وجود دارن. New Hampshire, New York, New Jersey. خب میریم سواله. اینا کلمات کلیدیش هست 13 original states. البته ما 3 تاشو نام ببریم. New Hampshire, New York, New Jersey. Original states New York, New Jersey, New Hampshire. میریم سوال بعدی. During the Cold War, what was the main concern of the United States? During یعنی در مدت the Cold War همون جنگ سرد. What was the main concern of the United States? Concern یعنی نگرانی اصلی یا مشکل اصلی United States در جنگ سرد چی بود؟ جواب کامیونیسم یا همون کمونیست ها یا کامیونیسم. پس کلمات کلیدی Cold War main concern communism. Cold War main concern communism. Cold War main concern communism یا همون کمونیسم. میریم سوال بعدی. Why does the flag have 50 stars? خب اینم از همون سوالایی هست که امکان اومدنش خیلی خیلی زیاده و در بیشتر تست ها میپرسن. Why does the flag یعنی چرا پرچم، the flag یا بنر همون پرچم هستش، have 50 stars چرا 50 ستاره داره؟ جواب Because there is one star for each state. Because there is one star for each state. به خاطر اینکه
وجود داره 1 ستاره برای هر استیت. برای هر استیت 1 ستاره وجود داره. پس 50 ستاره روی پرچم آمریکا نشان دهنده 50 استیت هست. کلمات کلیدی 50 stars of flag 50 states یا there is 1 star for each state. 1 star for each state. کلمات کلیدی 50 stars on flag 1 star for each state. بتونید بگید هر ستاره برای هر استیت هست، منظورتون رو برسونید، قبول میکنن. این سوال خیلی مهمیه، بازم تاکید میکنم که حتما حفظش بکنید. میریم سوال بعدی. سوال ها رو چند بار گوش بدید، هر کدوم که براتون سخت‌تر حفظ کردنش پاز بزنید، بیایید عقب، دوباره گوش بدید و دوباره گوش بدید. به طور معمول سوال هایی که نمیتونید حفظ بکنید رو باید حداقل 10 بار گوش بدید و تکرار بکنید. میریم سوال بعدی. What is freedom of religion? سوال میگه که what is freedom of religion؟ میگه که آزادی دینی چیه؟ religion یعنی دینی، دین. You can practice any religion or not practice a religion. خب جواب اینه که you can practice یعنی تمرین کردن یا اجرا کردن یا رعایت کردن. You can practice any religion یعنی میگه که میتونی هر دینی داشته باشی or not practice a religion یا اصلا هیچ دینی نداشته باشی، یعنی هیچ دینی رو رعایت نکنی. پس آزادی دینی در آمریکا به ما میگه که شما آزادید که هر دینی که میخواین داشته باشید یا اصلا بیدین باشین. کلمات کلیدی religion freedom practice any religion or not practice any religion or not practice a religion. خب میریم سوال بعدی. How many U.S. senators are there? How many یعنی چند تا US senators یعنی اینکه سناتور آمریکایی are there یعنی وجود دارن. پس میگه که در آمریکا چند تا سناتور وجود داره. 100 یعنی 100 تا. پس در آمریکا 100 تا سناتور وجود داره. میریم سوال بعدی. Who was the first president? Who was the first president? President یعنی رئیس جمهور. Who was یعنی چه کسی بود. The first اولین president اولین رئیس جمهور چه کسی بود. George Washington. جورج واشنگتن معروف اولین پرزیدنت آمریکا. کلمات کلیدی first president جورج واشنگتن first president جورج واشنگتن. اینم جزو سوالای مهم حساب میشه، حتما تمرینش بکنید. میریم سوال بعدی. What happened at the Constitutional Convention? سوال میپرسه what happened چه اتفاقی افتاد at the Constitutional Convention. Constitutional Convention یعنی کنوانسیون قانون اساسی. میگه در کنوانسیون قانون اساسی یا مجمع قانون اساسی چه اتفاقی افتاد. جواب The Constitution was written. خیلی واضح. Constitution was written یعنی قانون اساسی نوشته شده. Constitution رو که حتما باید بدونید میشه قانون اساسی. خیلی مهمه توی این تست ها، حتما ازش سوال میاد. The Constitution was written. پس توی مجمع کنوانسیون Constitutional Convention چه اتفاقی افتاد؟ The Constitution یا قانون اساسی was written یعنی نوشته شد. خب کلمات کلیدی Constitutional Convention The Constitution was written یعنی نوشته شد. میریم سوال بعدی. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? خب سوال میگه که under our Constitution یعنی تحت قانون اساسی ما some powers belong to the states یعنی استیت ها یا ایالت ها یا قدرت هایی دارن. What is one power of the state؟ میگه یکی از اون قدرت های استیت ها یا ایالت ها رو نام ببرید.
provide schooling and education. provide یعنی تهیه کردن، schooling and education. schooling یعنی مدرسه و education یعنی آموزشی. پس schooling and education یعنی مدرسه سازی و آموزش یکی از قدرت هایی که دست استیت هاست، دست ایالت هاست. کلمات کلیدی states power, schooling and education. states power, schooling and education. سوال بعدی. What are two cabinet level positions? What are چی هستن؟ two cabinet level یعنی کابینه، position یعنی positions یعنی position یعنی مقام. پس میگه که دو تا از مقام های کابینت یا کابینه رو نام ببرید. جواب Secretary of Agriculture, Secretary of Education. Secretary of Agriculture, Secretary of Education یعنی نماینده کشاورزی و نماینده آموزش. همون وزیر میشه که تو ایران ما داریم وزیر آموزش و وزیر کشاورزی. پس دو تا از کابینت لول یعنی کابینت لول پوزیشن یعنی مقام هایی که تو کابینه هستن. یکیش Secretary of Agriculture یعنی وزیر کشاورزی، Secretary of Education یعنی وزیر آموزش. کلمات کلیدی Cabinet level position, Secretary of Agriculture and Secretary of Education. میریم سوال بعدی. Who is one of your states, U.S. senators now? خب این سوال برای هر کسی که در هر استیت یا ایالتی در آمریکا زندگی میکنه و آزمون رو میده جوابش متفاوته. سوال چیه؟ میگه که Who is one of your states U.S. senators now؟ یعنی میگه استیت شما یکی از سناتورهاشو نام ببرید. Who is چه کسی است of your states U.S. senators now؟ یکی از سناتورهای ایالت خودتون رو نام ببرید. راه حلی که من به ذهنم میرسه اینه که شما باید همین رو توی گوگل سرچ بکنید. الان نشونتون میدم چطوری. یک صفحه گوگل باز بکنید، توی google.com برید و سرچ بکنید یا بگین براتون سرچ بکنن. شما باید خودتون سرچ بکنین هر استیتی که هستین، یا اگر نیویورک مثلا هستین بزنم نیویورک، سرچ بکنین نیویورک سناتور، اسمشون میاد. ببینید کریستین کلیپرند برای نیویورک یا چاک شومر معروف سناتور نیویورک هستش. اینجا برای کالیفرنیا سناتور الکس پادیلا برای کالیفرنیا و دایان فینشتین. اینها رو باید تو گوگل یا خودتون سرچ بکنید یا بگین کمکتون کنن سرچ بکنید. سوالهای بعدی هم همین هستن. اینجا توضیحی که میده روی تصویر بهتون نشون میدم. میگه که همین حرف من رو میزنه. میگه جوابها مختلف هست بنابر جایی که شما زندگی میکنین. جواب مختلفه، یعنی برای هر ایالتی یک سناتور یا چند سناتور هستش که بعد اسم اونا رو سرچ بکنین و به دست بیارین. الان بریم سوال بعدی. سوال بعدی هم خب فکر میکنم همچنین باشه. بشنویم سوال بعدی رو. Who is the governor of your state now? خب میگه که who is the governor یعنی گاورنر شما یا شهردار شما کی هستش، برای استیت شما کی هستش. اگر در استیت کالیفرنیا هستین، دوباره من میرم گوگل رو باز میکنم، google.com رو، و این دفعه میزنم کالیفرنیا گاورنر. ببینید اسمش میاد، گوین کریستوفر نیوسام، گاورنر نیوسام، که خب خیلی هم معروفه، مال کالیفرنیا است. حالا این کالیفرنیا رو عوض میکنم نیویورک
اسم استیتتون رو باید بنویسید، نه اسم شهرتون. گورنر نیویورک هست کتی هوکل، فکر میکنم کتی هوکل. باید سرچ بکنید، یا خودتون یا یکی از بستگانتون بگید این سوالها رو سرچ بکنه. جواب این هم مثل همون توضیح میده که برای هر شهر، برای هر ایالتی یا استیتی فرق میکنه جواب. خب سوال بعدی رو میریم گوش میدیم. Name your U.S. representative. این هم به همچنین US representative هم برای هر ایالت فرق میکنه. دوباره من میرم سرچ میکنم، این دفعه میزنم نیویورک representative و جواب میاد. یکی از اینها رو باید نام ببرید. البته این سوال ها خیلی کم پیش میاد که پرسیده بشه، ولی خب باید شما یک نفر رو حداقل حفظ بکنید. مثلا نیویورک representative هست الکساندریا اوکاسیو، یکیشون این هست، یا الیز استفانیک. برای کالیفرنیا رو میبینم. چرا من نیویورک و کالیفرنیا رو میبینم؟ به خاطر اینکه بیشتر ما ایرانیا توی یکی از این ایالت ها هستیم. البته ایالت های دیگه هم هست. خب کالیفرنیا ریپرزنتیتیو نانسی پولوسی معروف و کوین مکارتی معروف. البته برای ما که در کالیفرنیا هستیم معروفن. و جواب هم باز همین توضیح رو میده. اگر ببینید میگه که جواب برای هر شهری متفاوت خواهد بود و شما باید سرچ بکنید، یکی از آشناهاتون یا خودتون در گوگل، و پیدا بکنید که اسمشون چی هست. خب حالا میریم سوال بعدی رو بشنویم. What is the capital of your state? خب اینم به همون صورت. کپیتال یعنی مرکز. مرکز استیتتون میگه چیه. خب دوباره میرم توی گوگل، میگم کالیفرنیا کپیتال. خب ساکرامنتو. مرکز کالیفرنیا هست ساکرامنتو. حالا نیویورک رو میبینم. مرکز نیویورک هست آلبانی. کپیتال همون مرکز. کپیتال نیویورک هست آلبانی. شما باید شهر خودتون رو سرچ کنید در گوگل، ببینید مرکزش کجاست و اون رو حفظ بکنید. جواب همینطور که روی تصویر میبینید باز توضیح داده میشه که برای هر ایالتی شهری همون مرکز خودشو داره. خب اینجا تبریک میگم بهتون. آخرین سوال تست آزمون تابعیت آمریکا رو با هم گذروندیم و این آخرین بخش بود. امیدوارم که موفق باشین در آزمون. من همیشه و همکارانم و تیم من همیشه آماده ایم که به شما کمک بکنیم. یک پیج اینستاگرام ساختیم به اسم easy123for all که میتونید سرچ کنید، فالو کنید و سوالها رو اونجا بپرسید. ما شبانه روز هستیم اونجا که جواب شما رو بدیم. البته خب به غیر از ساعتهای دیر وقت شب تا صبح به وقت کالیفرنیا، ولی در غیر اون صورت هستیم و به شما کمک میکنیم تا موفق باشین. همونطور که قبلا هم گفتم یک پکیج MP3 هست که میتونیم براتون همون روز اگر سفارش بدید روی واتساپ بفرستیم یا توسط ایمیل یا هر جور دیگه‌ای که شما دوست دارین براتون ارسال بشه، که در همون روزی که سفارش میدین قبل از 24 ساعت براتون ارسال میشه و میتونید ازش استفاده کنین. تمام سوال ها هست با ترجمه فارسی و کلمات مهم. من دیگه فقط میتونم آرزوی موفقیت براتون بکنم. لطفاً ویدیوها رو چندین بار ببینید. هر وقت که میتونید ببینید اون کلماتی که سخته رو برای خودتون یادداشت بکنید توی دفترتون و همیشه یادتون باشه فارسی صحبت کردن هیچ ارزشی برای اون مأموری که امتحان میگیره نداره. پس سعی بکنید حتی اگر انگلیسیتون خیلی ضعیفه، کلماتی رو که نمیتونید حفظ بکنید به صورت فارسی در دفترتون بنویسید، یعنی لغت انگلیسیش رو به صورت فارسی بنویسید و انگلیسی رو
برای خودتون تمرین بکنید. و اگر هم که از من کمک و راهنمایی میخواین، از تیم ما کمک میخواین، حتما برامون ایمیل بدید یا در اینستاگرام ما رو فالو بکنید. یادتون نره که سابسکرایب بکنید ویدیوهای ما رو، دکمه قرمز زیر ویدیو رو بزنید تا بتونیم با هم در ارتباط باشیم و ویدیوهای آموزشی جدید رو با هم ببینیم و ازشون لذت ببریم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. هر جا که هستین منتظر سوالها، پیشنهادات شما هستم و از اون دوستانی که با من تماس گرفتن و باهاشون کار کردم خیلی متشکرم. امیدوارم که موفق باشید. مرسی. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.